این بزرگترین پاداش است الله سبحانه و تعالی برای آل علم دارد. مردم افغانستان الله سبحانه و تعالی آنقدر عزت و اکرامش کرده است که در هر گوشه و اکناف دنیا باشد اونها افتخارات خود را، اون علامات خود را زنده کرده کنند. یا ای سروران عزیزم، همین علما بودند که ما را به فلاح و رستگاری‌های دنیا سبب داده‌اند. بشارت‌های گوناگون را الله سبحانه و تعالی برای ما ابراز کرده‌اند. سروران عزیز، حضرت استاد وقتی در مدرسه آمدند، یکی از شاگردانش سوال کردند که استاد شما اینقدر خرچه بالای را انجام داده‌اید، از بحث طاقت شما بالا هست. البته استاد چیزی را اشاره کردند که من در ایران دیده‌ام. گفتند من این خرچه را از دین خود نکرده‌ام، من اون محبت و اخلاص جوانان را می‌دهم. اونها نیمه شب به در من آمدند، گفتند که مولانا ما دارد از این علمی که تو کسب کرده‌ای با تشکیل می‌گیرید، افتخارات افغانی خود را زنده می‌کنید. من گفتم سبحان الله، چه جای افتخار هست برای امت مسلمه، چه جای خوشحالی هست برای ملت افغانستان. در هر گوشه و اکناف دنیا هستند. سروران عزیزم، امروز قدر علمای حضار می‌دانید. یاد من از اون صحابه جلیل رسول خدا آمد زمانی که عبدالرحمن بن عوف از مکه به مدینه هجرت می‌کند. پای برهنه هجرت می‌کند، در مدینه پا کردند. تاجران مدینه می‌فرمایند یک دریافته بر سوقش بر پایه‌اش می‌خرید. میگن نه از این دارنده کسی دیگر خریده است. یک بر 500 یک بر 20 میلیون می‌خرید. فایده ایش است. میگن نه از این هم که ما بالاتر سودا کردیم. تاجران حیران می‌مانند. اما کرده کسی دیگری نیست که ایران اینقدر قیمت می‌خرد. کدام شخصیت است که ایران می‌خرد؟ تاجران اهل مدینه ما هستند. ولی سروران عزیزم، در اینجا میگوید که من ایران وقف لله کرده‌ام. افضل شطور عبدالرحمن در مدینه خاص به رضای الله وقف می‌کند. المساکین و عدم شهیدان فقرا بالآخر از اونجا وفاق می‌کند. سروران عزیز، همت جوانان مدینه هست، همت جوانان اهل علم هست. اونها در مکتب تربیت شده بودند، در خانواده تربیت شده بودند. اونها می‌دانستند که انفاق در راه الله چه کسبی را دارد. سروران عزیز، امروز وقتی که